5 تا فوتبالیست خفن که توی فیلم و سریال‌های هالیوودی بازی کردن. آخریش قرار سورپرایزت کنه. اولیش زلاتانه که توی سال 2023 برای فیلم د میدل کینگدام به عنوان شخصیت وانیتاس که یه فرمانده رومی هست بازی کرده. البته این نقش مثل خودش اعتماد به سقف زیادی داره و بیشتر جنبه فان داره تا چیز دیگه. دومین نفر پله اسطوره برزیلیه که برای فیلم معروف فرار به سوی پیروزی بازی کرده. این فیلم مربوط به جنگ جهانی دومه که پله و هم‌تیمیاش که زندانی هستن جلوی آلمانیا یه مسابقه فوتبال میدن. همونطور هم که احتمالاً حد زده باشین ستاره تیم زندانیا پله بود. سومین فوتبالیست هم زیدان افسانه‌ایه که توی فیلم استریکس در مسابقات المپیک بازی کرده. زیدان انقدر خفن بود که توی این فیلم در نقش خودش بازی کرد و چند تا روپایی هم برامون زد. نفر بعدی دیوید بکام خوشتیپه که توی فیلم کینگ آرتور یه نقش خیلی کوتاه داشت. پنجمین و آخرین فوتبالیست هم نیماره که توی سریال به شدت معروف مانی هیست یه نقش کوتاه به عنوان یه راهب به اسم ژائو رو داشته. اگه دوست داشتین که ببینید نیمار دقیقاً کجای سریال بازی کرده، میتونین قسمت‌های 6 و 8 فصل سوم سریال مانی هیست رو چک کنید. به نظر دیگه کدوم یکی از فوتبالیست‌ها اگر تو فیلم‌های هالیوودی بازی کنن خیلی جالب میشه؟